بابا منو گرفت. تو رو نگرفت؟ تا چند لحظه پیش گرفته بود ول کرد. خوب میشین. داره دوباره میگیره. آخ گرفت. آره؟ لامپ صد فیلمی از سعید آقاخانی. آخرین لامپ سعید آقاخانی در سینمای ایران. ببینید تا نترقیدم. لامپ صد فیلمی از سعید آقاخانی با بازی متفاوت محسن تنابنده. شاید من اینجا زنده بیرون نیام. بهت گفتم اینجا خونه آخر. فرزین دیگه مرد. اینم قبلش. از اون قرآنی که روزی 100 بار بهش قسم میخوری خجالت. ایشون خواص دارویی رو بسیار خوب میشناسه. تو خونه من چیکار میکنی؟ من با زن تو چیکار دارم ها؟ اصلا میشناسم. نمیفهمه ناموس نمیفهمه. دستت میدم. این فیلم ضرورت امروز سینمای ماست. فیلم لامپ صد رو حتما ببینید.